سورنا یلی از سیستان. سورنا یکی از برجسته ترین سرداران دوره اشکانیان بود که در سال 82 پیش از میلاد در سیستان به دنیا آمد. او جوانی آریایی، خردمند، نیکوچهره، تنومند، دلیر، بلند بالا، با موی بلند و ظریف بود که بر سر خود پیشانی بندی به سبک ایرانیان باستان می‌بست. سورنا از خاندان سورن یکی از 7 خاندان معروف اشکانی بود و به دلیل شجاعت، خردمندی و توانایی‌های نظامیش بلند آوازه و نامدار شد. سورنا در نبرد هران ارتش روم را شکست داد و کراسوس سردار رومی را با تاکتیک‌های نوآورانه و دلاوری‌های بیمانند خود مغلوب کرد. این پیروزی در سن 30 سالگی باعث شهرت جهانی او شد. سورنا یکی از برجسته ترین سرداران تاریخ ایران بود که دلاوری‌ها و شجاعت‌هایش در نبردها زبان زد است. پیروزی در نبرد هران و شکست رومیان نه